در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از تجدید تدابیر امنیتی و هماهنگی مشترک با جانب تاجیکستان خبر داده است. مجاهد همچنین تاکید کرده است که حکومت تلاش‌های نهایی خود را به کار گرفته تا موضوعات مرزی به گونه حصولی حل و فصل گردد و از هر گونه قاچاق و عبور غیرقانونی جلوگیری شود. نیروهای ما اگرچه متوجه تمام مسائل است، ولی بازم چون منطقه سرحدی دراز است، گاهی وقت قاچاقبرا سوء استفاده میکنند. مشکل اخیر هم که آمده، قاچاقبرا شاید میخواستن عبور کنند که با واکنش پلیس سرحدی تاجیکستان مواجه شدند، ولی بازم نیروهای ما با نیروهای تاجیکستان هماهنگ هستند، موضوع را با هم شریک کردن و در آینده جلوگیری خواهد شد. در پی درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان 3 تن کشته و 2 تن دیگر موفق به فرار شدند. این حادثه باعث شد روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی روند تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان را سرعت بخشند. برنامه‌های تقویت شامل تحویل تجهیزات و تسلیحات پیشرفته برای افزایش امنیت مرزها است. ابراز نگرانی تقویت نیروهای سرحدی و اعزام سلاح و تجهیزات بیشتر در حقیقت یک نوع بهانه‌جویی است برای استقرار بیشتر قوت‌ها در امتداد مرزها. آگاهان مسائل سیاسی نیز میگویند که تحرکات اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان عمدتاً از سوی گروه‌های با اهداف مخرب و هراس‌افکنی هدایت می‌شود که قصد دارند رابط مستقیم میان امارت اسلامی و تاجیکستان را برهم بزنند. ترسیق گروه‌های تروریستی پاراملیتی، یعنی به یک نوع از طرف کشورهای که اراده شومی به این مرز دارند، می‌خواهند که رابطه مستقیم امارت اسلامی افغانستان و کشور تاجیکستان را خراب بکنند. یک معضل اصلی، دلایل اصلی ناامنی این مرز تلقی می شود. گفتنی است که پیشتر آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان اعلام کرد که 4 عضو یک گروه هراس‌افکن در منطقه مرزی خرمنجود در درگیری با نیروهای مرزی کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز تاکید کرده بود که پرونده جنایی این افراد در حال بررسی است. این رویدادها بار دیگر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان تاجیکستان و افغانستان برای مقابله با تهدیدات گروه‌های مسلح و حفظ ثبات مرزهای مشترک را نشان می‌دهد.